حال مثلا برادرتون خبر گرفتین چی حال و احوال دارد؟ بازی این زمان بردیم خوراک دادیم، لباس دادیم، لباسشون عوض کردیم که ندیدیم از نزدیک. اجازه ندادن برای دیدن. خب مثلا همین اتهامی که بر ضد برادر شما حالا اعلام کردن، مثلا تقلب و پاره گرفتن و همینطور، شما چقدر همین شرح میتین؟ راستی نمیدانم از چه شرح میتیم، فکر میکنم که امیر رو داده آخر دیگان وابستگی دارن. کارو که خیلی یک باره کاری که سال 2010 بود این روز این سال خریسته. یعنی که اون نفر که گویا که بزرگمهر یاروف از اون مبلغ طلب کرده باشد، این پرونده در سال 2010 بود؟ همه خیلی بود است، من از امیر رسانه‌های اخباری فهمیدم که همه خیلی. خودشون مثلا چون برادر دیگرتون هم مثلا حقوق شناس هستن، اونها چی میگویند؟ اونها میگویند که فقط صبر کنیم که ببینیم چی میشود. даже адвокат‌ها نمیتونن در اومدن مثلا فهمن که چه ما вообще ندیدیم همین روزی که ساعت 2 دست گرفتن، ما вообще هیچ کمو ندیدیم از نزدیک وایرا. از کجا دستگیر کردن بزرگمهر؟ اوایل دعوت کردن، اما آفیسشون کارخانه‌شون رفته بودن، آفیس کاری ادوکات‌های سپاه همونجا رفته همراه کارمندان هم اون بود. شما پیدا نکردید اون نفری که نام و نسبش گفته شده است؟ ادوکات‌ها ندادن، ما شخصا نمیدونم.